خب بریم که شماره‌شو بگیریم. به قرآن دیگه داره زنگ میخوره. این یکی دیگه واقعی نگاه داره زنگ میخوره. چطور رفقا؟ امیر پاور اومده. آقا امروز قراره خودمو به فاک بدم، اونم با یه روش خیلی مسخره. رفقا همونطور که خودتون اول ویدیو دیدید، امروز قراره که با هم زنگ بزنیم به چند تا شماره ترسناک که توی فضای مجازی خیلی سر و صدا کردن و گفته میشه که این شماره ها مال یه سری قاتل و هکر و اتاقهای دارک وب هست. البته اینکه مردم زیادم حرف مفت میزنن هم هست، یعنی ممکنه ما زنگ بزنیم یهو عمو پوننگ جواب بده. و خب دیگه به نظرم زیاد حرف زدم، توصیه میکنم که این ویدیو رو لایکش کن، اون دکمه سابسکرایب قرمز رو بزن و زنگوله کنارش رو هم فعال کن که بگی جی. اگه کامنتی انتقادی چیزی هم داشتی برام زیر بذار. بریم سراغ ویدیو. شماره اول میگن که این شماره شاید باورتون نشه ولی مال سازمان مخوف SCP پشما، که همون سازمان دستگیری موجودات فرازمینیه. مثلا تو الان توی کوچه و خیابون داری راه میری، یه موجودی به پستت میخوره، یه موجود خیلی عجیب و غریب که تا حالا تو عمرت ندیدیش، نه هیچ جایی ازش شنیدی، نه کلا هیچی. بعد با اینا در تماس میشی، بهشون میگی که من همچین چیزی دیدم، لوکیشن و همه چی بهشون میدی، اینا میان اون موجود رو میگیرن و میبرن. به خیلی شماره زنگ زدم خدایی جواب ندادن و ایسکا شدم. خدا کنین یکی جواب بده، یعنی خدا کنین که میگم مال SCP و این چیزاست جواب بده. خدا کنین یکی دیگه جواب بده. جواب داد. الو سامان خودتی؟ گوش کن من رزام. اردک تک 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 اردک اردک تک 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 اردک اردک تک 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 اردک اردک تک 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 اردک اردک تنها به روی آبه، پراشو بسته میخواد به خوابه، اون بالا بالا لک لکی پیدا. خب من با این SCP یکم صحبت کردم، ما با هم دوست شدیم، بعد پیمان صلح و این چیزا بستیم و قرار شد اینا بیان اینجا منو به عنوان یه موجود فرازمینی ببرن. ولی جدا از شوخی بریم که بقیه‌شون زنگ بزنیم ببینیم بقیه چی جواب میدن. خب شماره اول 408 634 28 06 گفته میشه که این شماره یکی از اتاقهای ردروم دارک وب هست. گفته میشه وقتی با این شماره تماس بگیرید هیچ صدایی نمیشنوید، اما موقعیت شما شناسایی میشه و برای یکی از بهترین قاتل‌های دارک وب فرستاده میشه. دمشون گرم اگه این کارو کنن. من خودم آدرس خونه خودمون رو خوب نمیدونم. خب بریم که زنگ بزنیم. خب خدا کنه اینو جواب بدن، ما اسکل نشیم. داره زنگ. قاتلای دارک وب هم جواب ما رو نمیدن. البته شمارهشون متاسفانه باید بریم برای شماره بعدی. کسایی که با این شماره برای بار اول تماس گرفتن صدای جز زمزمه نمیشیدن، اما برای بار دوم آهنگی براشون پخش میشد که واقعا وحشتناک بود و کسایی که به این آهنگ گوش میدادن باعث میشد توهم بزنن و همش فکر کنن کسی داره بهشون نگاه میکنه. اما کسای دیگه خیلی بامزه بودن و برای سومین بار با این شماره تماس گرفتن یه شخص عصبانی گوشی رو برمیداره و تمام اطلاعات و محل زندگیشون و اعضای خانواده رو میگه و باعث میشه پشماشون بریزه و دیگه چیزشو نکنن با این شماره تماس بگیرن. این هم شماره بعدی. به قرآن دیگه داره زنگ میخوره. این یکی دیگه واقعی نگاه داره زنگ میخوره. این یکی واقعی بود اما این خطش خاموش بود. لامصب فکر کردم اینا الان
جواب میدن، میان ما رو پیدا میکنن، آدرسی چیزی. 20 این شماره وقتی باش تماس بگیرید یه زن گوشی رو پرت میداره با صدای جیغ ازتون درخواست کمک میکنه که شما رو واقعا میترسونه. یکم حتما باجه عمومی باش تماس بگیرید. خب ما باجه عمومی در اینجا نداریم، پس باش همین شماره خودمون تماس بگیرید. ای بابا فکر کنم اشتباه گرفتم. یه ثانیه وایسا بدون کد بگیرم. به شرکت مخابرات ایران خوش آمدید. تماشای فیلم و انیمیشن های جدید تلویزیون و شبکه های اختصاصی و شرکت در قرعه کشی PS5 و تلفن هوشمند همه در farm.ir. اوه شت حاجی، من فکر کردم فقط 2 تا 20 باید بگیرم، در حالی که باید 4 تا 20 میگرفتم. What the fuck. ریدم وایسو 4 تا 20 بگیریم. من فکر کردم 2 تا 20. ناموسن ما رو ایسکا گرفتن ها. 088888888. توطئه‌ها در کار است. این شماره متعلق به کشور بلغارستان و کسایی که با این شماره زنگ زدن به سرنوشت شوم و ترسناکی دچار شدن، اما بدتر کسایی بودن که صاحب اصلی خود این شماره بودن که به طرز عجیب و وحشتناکی به قتل رسیدن. داستان‌های زیادی دیگه‌ای هم پشت این شماره مرموز هست که اگه بخوام همشون رو براتون بگم باید یه پست جداگانه بسازم. درسته سید تو وایسا من این پست جداگانه تو همین الان توضیح میدم کامل. اینم در حال حاضر امکان برقراری تماس مقدور نمی باشد. چرا مقدور نمی شماره باشد؟ مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد. The call number is not live. بابا به خدا ما این شماره‌ای که الان قراره بهش زنگ بزنی اینو پدرم در اومده یه یوتیوبر خارجی پیدا کردن. یعنی این دیگه واقعی نباشه من نمیدونم دیگه چی کار کنم. یه ثانیه صبر کن. این گفته که این شماره مال یه عده قاتل دیوونه است که وقتی شما با اینا تماس بگیرید یه سری کد و رقم و این چیزا بهتون میدن که اگه یکم با این کدا بازی کنید و به حساب یکم جمع و تفریق کنید، ضرب و این چیزا، آمار کسایی رو که کشته بهتون میده و به دست میاد و خب خیلی جالبه. من میخوام زنگ بزنم. 56 0109. من باید فکر کنم یه فاصله بین اینا باشه، چرا نیست؟ پس 56 این دفعه یه فاصله افتاد بینشون. توی یه فاصله باید فکر کنم بین این اعداد بیفته. براش خطای آمریکا اینجوری نگاه نوشت ایالات متحده. قطع شد. یعنی چی؟ جواب نداد. چرا؟ این قطع میکنه. من دوباره زنگ میزنم. ولکن که نیستم آجی تا جواب. فکر کنم بلاک شدیم. و خب رفقا این بود از ویدیو امروزمون. اگه تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین یعنی از ویدیو خوش اومده و تونسته تو رو سرگرمت کنه، پس اون دکمه لایک رو بزن و اون زنگوله قرمزش رو فعال کن. زیادم لازم نیست همش همینو تکرار کنم. اگه خود دوست می‌داشتی خب ساب می‌کردی قبل. پس تا ویدیو بعد، بدرود رفقا.